پارلمان این یک مکتبی هست که از دانشگاه دشوارتر کسی که در پارلمان حداقل 2 سال فعالیت کرده باشد همه اعتراف میکنند که پارلمان یک دانشگاه سیاسی هست دانشگاهی که مردی که کدام تخصص نباشد اگرونوم انجینیر باشد یوریست باشد همین جا سیاست یوریست بودن معنای سیاست نیست اگرونوم معنای سیاست نیست انجینیر معنای سیاست نیست سیاست انمی مکتب سیاست در تمام دولت های این پارلمانت است. استاد طالبان بر این نظرند که حزب کمونیست در این انتخابات قربانی شد یعنی منظورش این هست که چون تلاش‌ها برای بیرون کردن حزب نهضت وجود داشت و به خاطر آنکه حزب نهضت را از صحن پارلمان بیرون کنند باید یک کس دیگر هم قربان شود باید حزب کمونیست هم بیرون نشه. این اساس دارد سخن شما سببی که شما گفتید قربانی کردن و قربانی نکردن و نهضت اسلام البته ایدئولوژیش دیگر است او کمونیستی نیست نهضت اسلام لیکن او کبیری اصلا ملا نیست او یگان مدرسه را تمام نکرد مکتب دیپلماتی تمام کرد در همین پارلمانت هم او سوالایی که به میان میگذارد او سوالایی مثل یک ملا بر این سوال پیشنهاد نمیکند همچون یک تحلیلگر یک آدمی که دانشمند و اعتراف کردن در کار از لنین هست یک مقاله هست او پارلمانسکوم کریتینیزمی یعنی ابلهی پارلمانتی معنا همون که رفتی در پارلمانت با همین قانون حکومت برجوازی که حاضر هست کپیتالیستی که حاضر هست با همین قانون و ترتیب میخوای که جمعیت دیگر کنی این ابلهی است لیکن پارلمانت یک منبر است تریبون است